دوستان عزیز پرسیدن که چجوری میتونیم واسه تنظیمات منو مخفی سامسونگ بریم، مخصوصا زمانی که مثلا پنل عوض کردن و مختصاتش برعکس شده، حالت آینه شده، تصویر رو به بالا و پایین برعکس شده، میخوان وارد منو مخفی بشن. این مخصوص خونه دار نیست، فقط واسه همکارا دارم توضیح میدم. اول تلویزیون خاموش میکنید، دکمه اینفو منو صداقت کن پاور، پشت هم اینفو منو صداقت کن پاور میزنید، منتظر میمونید تلویزیون روشن شه. این منو مخفی تلویزیونه. میتونید تو هر قسمتی که نیاز دارید برید و کاری رو انجام بدید. مثلا اگر تو آپشن نیاز دارید، مثلا میخواید ببینید که تلویزیونتون حالت آینه شده، میاید تو قسمت اینجا که زده مثلا 40 آر، این عوض میکنید. مثلا اگه برعکس شده تلویزیونتون بزرگتر، مثلا میذارید 42، مثلا میذارید مثلا یه مدل دیگه. اینی که عوض کنید و دوباره خاموش کنید، تلویزیونتون از